صورت یک زن خوشگلی که تو رو دعوت به حرام میکنه ارزشش بیشتره یا نگاه کردن به جمال نورانی خداوند در آخرت؟ خودمونیم، ما مسلمونیم که نگاه کردن به صورت یک زنی برای تو ارزشش بیشتره یا نگاه کردن به سیمای نورانی رب العالمین در بهشت خدا؟ اصلا قابل مقایسه نیست. چشمی که در دنیا به حرام نگاه بکنه در آخرت از دیدار جمال جلال الله محروم و کور خواهد ماند. ممکن نیست که چشمی که معصیت خدا میکنه و نگاه به حرام میکنه بتونه جمال نورانی